دوملای محترم به توی کمسمالی که به باشش دعوت شده است رفته میشه نمید برادر من توی کمسمالی فراموش نکنید یعنی با وجود که اکثر جوانان ما و شما توی کمسمالی میکنن فصل بشونن ما را کافر نمیدیم لیکن گناه کلام است اگر ما بسید اصلا نصیحت کنیم بریم لیکن اگر نصیحت کنیم کنیم سرگردان باشم نرازده اشتراک نکنیم لیکن همینا را ما اگر باشد که خب ما حکم مطلوب کردن نمیتوانیم این گناه کلام کردن فقط در پیشتر خود جواب میدن فهمیدیم یعنی به گناه کبیره ما حکم مطلوب کردن نمیتوانیم برای خدا هدایتشان کند یعنی جوانان خداوند در راه را هدایت کند که فصل نفسشان که عیب نمیدونه که نعوذ بالله که صد کسی میگه که مرحمت فلا بهترم بیا که تو بدنی مرا تماشا کنی اگر نه من خفه میشم و شعر نمیگه التماس اگر نامدی من خفه و یک بار یک جوان کیسه میگه یک جوان کیسه میگه که من یک رفیقم همکوسم فرا بهترم دعوت کرد من چند روز اونجا عرق نوشی بود جای رقص بازی من زن و بیگانه بود من رفتم 3 روز پس خانه شو رفتم عروسش در حولی میرو پدری شاه هست شام همونجا دست و برآوردم 20 تومان در پیش پدری شاه مانده بود گفتم که کینو تجربه باشه پدری شاه حیران که چه باشه چی میگی تو این قدر تو مرا تعقیب کردی بابا بنی کیسه شرکت کرده بود تماشا دادی ایزا نکشیدی من یک بار بود کیسه تماشا کنم تو کشیدی ایوه جوانانی از ایوه یک خروج زنش نگه میکنن خروج همسه را پیش میکنن از جوان تو نگه هم کنن ناموسه داشته باشی جنین ناموسی مایمون زنش نگه میکنن مایمون ایوه از بحر تو ایوه تو ایوه خداوانی که جوانان غیرت بیاد که زنشان را برایشان گیرن دومای محترم در دور موسیقی 4 مذهب که حرام است موسیقی 4 مذهب که حرام است این گفته خدا سوره لقمان آیه 6 و حدیث رسول اکرم کریم حرام است این یگان جای بحث نیست